سلام، به کانال من خوش اومدین. امروز با آموزش الگوی پشت بالاتنه در خدمتتون هستیم. برای طراحی الگومون نیاز داریم به یه سری اندازه ها. دور سینمون مثلا من 105 می نویسم. دور کمر 93. دور باسن مثلا 117. کارور پشت مثلا 41. فاصله بین سینه مثلا 20. سرشانمون 13 و قد بالاتنه پشت مثلا 39. خب بعد یه سری تقسیماتی رو باید انجام بدیم. دور سینه تقسیم بر 2 میکنیم که میشه 52.5. باز اینو تقسیم بر 2 باید بکنیم، میشه 26. که میخوایم الگوی پشت رو بکشیم باید منهای 1 بکنیم. دور کمرم تقسیم بر 2 میکنیم، میشه 46.5. باز اینو باید تقسیم بر 2 بکنیم، میشه 23.5. نه ببخشید 23 و 25 صدم که اینو نمی نویسیم. باز اینم منهای 1 میکنیم. بعد دور باسن تقسیم بر 2 میشه 58.5. باز اینو تقسیم بر 2 میکنیم، میشه 29. اینم منهای 1 میکنیم. خب حالا میایم که طراحیش بکنیم. از لبه کاغذ الگومون باید 5 الی 10 سانت فاصله بذاریم و یه خط بکشیم، میشه خط گردن. حالا از خط گردن باید گونیا رو بذاریم. قد بالاتنه پشتمون که 39 بود و میایم و باز یه خط میکشیم، میشه خط کمر. از خط کمر میایم خط باسن رو بکشیم که 20 الی 22 سانت باید بیایم به طرف جلو که 21 سانت معمولا در افراد معمولی خیلی خوب میشه. باز یه خط میکشیم، میشه خط باسن. حالا میخوام خط سینه رو مشخص کنیم. میایم نگاه میکنیم، میبینیم دور سینه‌مون 105. دور سینه یکانش حذف میشه، حذف 5 حذف میشه، میمونه 10. 10 هم همیشه ثابت به علاوه 12 میکنیم که میشه 22. حالا از خط گردن 22 سانت رو به طرف خط کمر میایم، یه خط میکشیم، میشه خط سینه. حالا میخوام خط کارورمون رو مشخص کنیم. 1/2 خط گردن و سینه میشه کارور پشت. 22 تقسیم بر 2 میشه 10.5. میفته به اینجا. باز یه خط میکشیم، میشه کارور پشت. حالا از خط کمر باید 2 سانت داخل بشیم. از خط باسنم 2 سانت داخل میشیم. این خط رو باید تا قد لباسمون که هر چقدر بود بکشیم و به خط گردن صفرش میکنیم. حالا میام 1/2 فاصله بین سینه رو مشخص میکنیم که میشه 10. این 10 برای کشیدن ساسون هست. از اینجا 10 رو علامت میزنیم، 1 سانت به طرف بالا میریم، 1 سانت هم به طرف پایین. گونیا میذاریم، 12 سانت به طرف خط باسن میریم، میفته به اینجا. راستگیری میکنیم که دقیق باشه. خیلی خوب. اینا رو به هم وصلشون میکنیم. خب بعد میام رو خط سینه
دیدید از اینجا که 2 سانت داخل شدیم از روی این 2 سانت علامت زدیم شد 10. اگه بخوایم رو خط سینه هم همین علامت بزنیم 10 میفته به اینجا، چون رفته رفته کج میشه. باید اینو از اینجا علامت بزنیم از آخر خطمون میشه 12. 12 رو از اینجا بذاریم میفته به اینجا. درستش همینه. 2 سانت داخل میشیم، باز اینا رو به هم وصل میکنیم. حالا ساسون تموم میشه. خب بعد میام خط باسنمون که جوابش اومده بود 29 منهای 1 میشه 28. 28 رو از اینجا علامت میزنیم میفته به اینجا. دور کمر 23 بود، به علاوه 2 سانت ساسون میکنیم میشه 24. 24 رو میایم اینجا، نه ببخشید 25، 1 سانت بالاتر. دور سینمون هم 26 بود، منهای 1 میکنیم میشه 25. 25 رو از اینجا علامت میزنیم. 1/2 کارو رو هم پیدا میکنیم که 41 بود میشه 22.5. 22.5 میفته به اینجا. خیلی خوب. بعد اینا رو به هم وصلشون میکنیم. خط باسن به خط کمر، خط کمر به خط سینه و از اینجا هم حلقمون رو میکشیم. خیلی خوب. حالا شما دقیق تر بکشید. بعد اومدیم رو خط گردن 7 سانت ثابت میام به طرف بالا، 2 سانت هم کشیم بیرون که میخوام سرشانه رو بکشیم. نگاه میکنیم میبینیم سرشانمون 13. 13 رو از اینجا به این صورت کج میذاریم، یه نکته میذاریم، میایم از اینجا 1.5 داخل میشیم میفته به اینجا. این خط رو به این صورت کج وصل میکنیم میشه خط سرشانه. از خط حلقمون اینو مستقیم میذاریم، هر جا که افتاد این خط رو میکشیم. میبینیم که همینقدر با سرشانمون فاصله داره. میایم اندازش میکنیم میبینیم که 3 سانته. این 3 سانت رو بهش اضافه میکنیم. 13 به علاوه 3 میشه 16. میایم 1/2 رو پیدا میکنیم میفته رو 8. این 3 سانت رو که به این اضافه کردیم میام یه نکته دیگه هم به اندازه 3 سانت میذاریم. بعد گونیا میکنیم تا 2-3 سانت مونده به کارور یه خط میکشیم، اینو بهش وصل میکنیم. اینو وقتی که میخوایم الگومون رو برش بزنیم با چسب میبندیمش. حالا اومدیم از خط سینه 6 سانت علامت میزنیم و 2 سانت هم علامت دیگه به ساسون وصلش میکنیم، البته به خط بالای ساسون. اینم همینطور میبندیم. بعد از خط کمر 1 سانت به طرف خط سینمون 1 سانت هم به طرف خط باسن علامت میزنیم و به طرف پهلو صفرش میکنیم. خب اینم باید ببندیم. بعد وقتی که اینا رو بستیم باید خطامون رو اصلاح کنیم. از اینجا میام به اینجا. این نکته ها هم دورریز هستن. خب بعد توجه داشته باشین که اینا رو که چسب زدیم من علامت میزنم این و این. بعد دوربری میکنیم و الگومون تموم میشه. در ویدیو بعدی هم طراحی الگوی جلو رو میذاریم که امیدوارم تا اینجا خوشتون اومده باشه. ممنون که ما رو سابسکرایب و لایک میکنین. خدا نگهدارتون.